از جین خبری نیست اصلا حال و حوصله ندارم. به شکل دارک و وحشتناکی غذا درست کردم شده هر 2 روز یه بار. منم اصلا غذا توی یخچال نمیذارم، در حدی درست نمیکنم که بذارم توی یخچال. از غذای توی یخچال مونده بدم میاد. این یعنی من هر 2 روز یه بار دارم غذا میخورم و این فاجعه است. من غذا خوردن آخرین سنگر لذتم بوده، وقتی اینجوری شده که دیگه معلوم نیست چی داره به سرم میاد. تنهایی خوبه ولی نمیدونم، استرس بدی دارم این روزا به خاطر اتفاقایی که داره میفته. 7-8 ماه من عدس پلو درست نکردم. این برای من یه فاجعه است. من این که عاشق این غذام. همیشه من برنج که دم میکنم واسه خودم جایزه میذارم: سیر، سیب زمینی، کدو، هر چیزی که دم دستم باشه. معلومه دیگه حالم خوب نیست. سالادو تو این آوردم، دوغو تو این آوردم، ماستو تو این آوردم.